که شما سوال کنید که چرا امام علی نمیخواه از وظیفه رفتن، سوالای شما یک تا جواب داره. یک برای امام علی را نه تنها مردم، نه تنها خلق، بلکه فرزندای خودش یگان گرم ارزش نداره. نبیرش، فرزندش یگان گرم ارزش برای خودش نداره. چرا؟ برای اینکه امام علی خوب میدونه یا که دیگرش خوب میدونه امروز پگه امام علی یا که سیستمی که ساختگی است چپا میشود. امام علی با تمام جانش قپیده ایستادن، قطعی دیگه یه امر ایستادن نمیتونه در اونجا که با تمام جانش بخفه. یعنی تو تاجیکستان، تو تاجیکا از دنیا نابود شدن شو ایستادن نمیتونه. برای جان خودش میترسه امام علی. ترس امام علی در همین است که من زنده در دست همین مردم نزنم، من زنده همینجا نزنم در دستشون که او مردم کاری کدگیشه میکنه در حقش. برای همو کو تمام جان شدیده است. رستم هم آورده است، در بر خودش جو کرده است، تخمینش هم آزودش هم مرا هم خیلی آوردگی است. امام علی همین تمامی کوشش شما است که همین یک مرده بگیرم من بمرم نبینم تمام. بعد مردنم چی میشود؟ رستم حالش چی میشود؟ نبیرم حالش چی میشود؟ آزوده را حالش چی میشود؟ تخمینه و پروینه ایو را خلق چیکار میکنن ایو را؟ او تقدیر فرزنداش برای امام علی یک ذره قدر نداره. یک ذره قدر نداره. امام علی تو اینمی مردن خیچه امام علی میجتد میکنه. خیلی وقت کرنگ اسلام کریمов بمبرم نمیره میجتد میکنه. میشینه میگه خدا در همین زندگیم در دست همین مردم نزنم. یعنی همین زندگیم در دست همین خلق یک بار ما نزنم در دست خلقی. این نمیگه خودش کو پروسا تصور کردن نمیتونه که چی کارش میکنن ایرا مردم. ایره خیلی چیز دیواتسو چی مزاقو چقدر عذابش میتن ایرا کو این باور کنید مردانیش نمیمونن وقتی دیگه همه قم میزنن جب میکشن جب عذابش میتن که امام علی همین را نمیخواه. بعد از مردانش دیگه فرزنداش چی میشه و مردمی او را چی کار میکنه، تجاوزشون میکنه، چی کار کنه؟ میگه که توکلش به خدا، سمگلم نمی خدم زنده نزنم در دستی مردم. برای همون اگر یک انسانی با عقل باشه، یک انسان با عقل باشه عموما فرزنداش در این تما تینود نمیکنه. میدونه عاقبتش ترک بدن شکو. اینا میدونه که عاقبتش جزیر بود است. نه تنها خودش نبیره چبیروش جزیر میشه و میره. اینا میدونه. فقط میگه ما بمریم ما میره نبینیم دیگه چیکار کنه خچون میکنه. برای همون در کار نبود فرزنداش تینود کده آوردن در یک جایی که خودش هم را جزیر کدگی بود. یعنی نفرت ملت در روش اومدگی این چیز درست نبود نیکی. اما امام علی خاطر شکورای خودش، خاطری که شکورش در دست مردم نزنه دیگر نمی کارا کرد. این فکر نکرد، نه یگون فرزندش فکر کرد، یگون نبیرش فکر کرد، نه اویلش فکر کرد، نه عزیزم را فکر کرد، زنش هیچ کار فکر نکرد. این همین قپیدگی که تو همین جانم برویم و همین بعد نفهمم ده هیچی را نفهمم. همین یه بار جانم برویم تمام دیگه. تو اونم وقتا هم خیلی میقپم میستم تو اینکه در دست مردم نزنم. این مقصدش اینمی است. این رستم با وظیفه آوردن هم مقصد همی است. یعنی که رستم ایو را یادم پدستوید کرده، فرزندای خودشه پدستوید کردگی است. میدونه اونجا گریزنی بود، جزیر کرده بود، خونی ملت ریختگی بود. میدونه که قاتل از خودش، میدونه همه ای کارا کردگیش میدونه. نیکی امروز آورده گناهوی کردگی خودش داخل کردن فرزند خودش ایرا میگن پدستوید. میگن فرزند خودش پدستوید کرده ایستاده است رحمانوف امروز. نه اینکه وظیفه داده ایستاده است بلکه پدستوید کرده ایستاده است. رستم هم سامونش هم آزادش همه ایو پدستوید کرد. این همش موده کشود و روشن.